توجه! این برنامه شامل صحنه‌هایی است که ممکن است برای همه مناسب نباشد. فضای این فیلم مربوط به نیم قرن پیش است. قصه آدم‌هایی بریده از زندگی و آویخته به دامان نیستی. این داستان پیش از به وجود آمدن نظام اجتماعی نوین اتفاق می‌افتد. سلام مشتسقر. سلام سرکن. روز از نو روزی از نو. چطوری مشتسقر؟ قربون دستت یه لیوان از اون شیر داغات بریز ببینم. چه؟ یه خوردم از اون روحش بریز. من روحش خیلی دوست دارم. خب مشتسقر با کار و کاسبی چطوری؟ خوبی؟ شکر خدا میگذره، روزی بچه ها میرسه. اون شکره بده. بفرما جونم، میرم شکر نوش جونه. الهی شکر. سرکار مثل اینکه دعوا شده. بچه داری بچه هاشون سب کن چی شد؟
کن سب کن اونها سب کن اصل کاری داره در میره اونها شش وایسا ببینم سلام. چرا نفس میزنی؟ چرا پیرانت پر است؟ بخوریم. غذا میخوای؟ از شب موندی. نه. از چی میخوای؟ همون نون چایی رو برد بی جلو. همین. بجا. اون قندو بده به من. بیا. چرا موهات دورده؟ چته؟ هیچی. چرا صبحونتو نمیخوری؟ خب تو میخوری دیگه. هیچی. تو فکر چی هستی؟ تو هم حوصله داری یا؟ رفیقا سلام
چقدر شده؟ این 1200 تومنه. تا صحنه را حساب داشتلوان دارم میرسم. خیالت راحت باشه. گوش کن، کسی منو خواست من تو خونم. حالا خواه هستونه. آمتی زودتر جعبه میوارو بزن، نزدن اینقدر اینجا تلمبار شه. حالا میبره. خداحافظ. سلام علیکم. سلام علیکم. چایی قهوه خانه 2 تا چای بری بیرون. بهش باشه. آپسته یه ترش قهوه خانه 2 تا چای بهش بری بیرون. دوری تجربه دیسک بازی جوری دازی بود. اگر گرگی از زمان دیل برادر هوری. همه رگو همه جوری. یکی بلا ابلاتی ماریدی. یکی در با خورده و چایدی. فلان شامجی بلندی. بیا بابا بیا. من دست همش 5 بار خدا برکت بده. شما نمیدی. که برو همون. آها. تو میری کفر آدمو در بیارن و سلام آقا عبدالله. سلام آقا چایی بارا تو رد کردی عبدالله خان. واسه بار ما رو نخور، بار ما سرتیر بره. محمودی من بهت نگفته بودم دوره بر اون ناحیه نفلک. چطور مگه عبدالله خان؟ شنافتم شبا میره اونجا موس میکشی. حتما خیالت برات داشته. چی داره میگه؟ حقناک تو بمیری ما دیگه اینقدام نامرد نیستیم بابا. راست میگه دیگه آقا عبدالله. نه تو میری باورم شد. ببینم بچه ها این آق برزوه امروز صبحی برا نهیدینش؟ نه شنافتم امروز کل سریه دست بچه های سونپس خونه ریختن سرشو خواستن که چه؟ والا میگن قصر در رفتم. جای من خالی. اگه اونجا بودم دهان از روزگارش در می‌آوردم. که در دهنتو بزن. دهنتو بزن با. حالا می‌بینی. چیش ما خفه. ما مرده و شما زنده. اما خودمونی ما. تو نمیری خیلی تیز. هرچی تیز باشه الاسمان نمیتونه قصر در بره. عمار دیگه هست خان. پسر ما همینجوری بذاریم یه تازه واره در راه برسه و نخ پرکشو بپیچه به شسبای ما رو به زمین بزنه. آخه خیلی خوش دسته. اگه تو بعضی چیزا رو ندیده بگیری و زیر سیبیلیت در کنی ما زیرابشو میزنیم. باقیش بلا نیستی. هره منظور ببینم داشت اسما تو با مایی یا نه؟ که با شما؟ نه نشو. میخوام ببینم تو با مایی یا نه؟ آره دیگه با شما. نه میخوام ببینم با مایی یا نه. گفتم که با شما. چی به من میرسه؟ هرچی بخواد. قول میدی؟ بفرما اینم قول. قول اصل قوله. باشه اما امشب نمیشه اونجا. چی؟ نمیشه؟ نه اوضاع خیلی خیته پیته. واسه چی؟ جامونو لو دادن اصل خواهد. پس چی کار کنی؟ با میریم پیش اکبر بیارزه با. آره با بعد نیست اکبر اونجا راحت اونجا تره. خیلی بهتره. خیلی خوب اسمال جون مواقعیش دیگه با تو. باشه ده زبونم بیا بیا این رو خونه بهش بگو من الان میام. خب بچه ها یا علی من رفتم. حسین جوجو میره به اونا خبر میده که کجا بیان. یا علی قربون جان خواهش بفرما بیشی راحت بشی. آخه قهوه چیسته چه بیان اینجا؟ آمورته چاچای ما چی شد؟ چی داشته میگفتین بچه ها؟ سلام. ببند نیشه تو. کجا برم آقا؟ گارد ماشین. کجا دادش؟ قبرستون کنه.
برکت بده. ای آقا ای بیاین بقیه پولتون رو بگیرید. بفرمایید. خدا بیامرزدش. خدا آباد شما را بیامرزد. سلام علیک. سلام عباس، چطوری؟ بیا بخور، خیرات کردم. نوکرتم. خدا رحمت کنه. انگار پیداشون نی؟ بالاخره میانشون. یه موقع ما باس بریم زیر این خاکا. فعلا که روش هستیم، وقتی روی فکر زیرو نکن. این ننه مرده رو نگاه. کفی. آره. چند سالشه؟ جوان ناکام فلان و فلان فرزالله شد. پسر ما هر کی رو میبینیم جوان ناکامه. آخه کی باکامه؟ چه باکام چه ناکام، اینجا تای خطه. نگاه چه گل سرخی بالا سرش در اومده. بسا چرا کندیش؟ خوشگله نه؟ آره اما حیف شد. اینم علی تاتار اومد. سلام علیکم. سلام به رو ما نشد. چنگوله؟ چیه؟ چرا کیسه قم جا میخورین؟ تا جون از در جون از در رفتی یا ای رفته بودی نمیگفتی. دستت باشه یکی طلب من. دو تا طلب تو. آخه اینم جاست که خوش کردین. بلنشیم بریم بیرون، بریم اقلا لب خواهر. آخه اون ناکسا که نیومدن. ناکس اول اومد. سلام علیک. بچه بریم. کجا؟ یخچال. الباقی چی؟ با اونا چی؟ نمیام. امشب بینیم یخچال پیش اکبر بیارزه. علما بقیه هم اونجا. یخچال؟ آره یخچال. چرا اونجا؟ اونجا خطر جمع‌تره. آره با هرچی باشه این خرابای قبرستون بهتره. رایشین بریم بچه. بریم. انگار خیلی سوختی خلیفه.
میدونی داشتی بدبختی های زندگونی نه یکیه نه دوتا نه سه تا نه 4 تا 40,000 تا. ببینم داشت تو سقاب بلدی؟ بابا خفه شدی جایی. اگه نقش بیاد پول داره، ثروت داره، دارایی داره، مال داره، زندگونی هم داره که من دوست دارم. حالا اگه سپلش بیاد پول نداره، ثروت نداره، دارایی نداره، مال نداره، زندگونی هم نداره که من دوست ندارم. بابا یارو سرش رفت. سکوت. همینجا نگرده داشتم جلو همین در قربون تو. خوش گلده بیا با داشتم بس من حساب کنم. برگشتن حساب کن که پیاله میره. ماش برزو لابد امشبا میخوای ببری. بایزه باشه. ببینم نکنه کلک ملک میزنی برزو؟ کلک هیکلته. کافر همه را به کش خود پندارد. ما نفهمیدیم واسه ما نمیبره. خب نقش میاره، شما میتونین نقش بیاری. یالا بچه ها بجنبی که صبح شد. بلنشی بچه ها بلنشی. باش بینیم ببینم دختر بیا هرکا بیا ارزمون چوب برده ببینی. یا او قاپارم ورده بیا. قربون دست دختر. رفقا چپاتونو بذارین جلو. چپ این چپ بنده. اینا مال ما. ظاهر باطن. علی تاتار تو هستی یا نه؟ آره هستم. تو هستی؟ نه من نیستم. معمولی سر از توه. باشه من میرسم. اصلا خان تو؟ گفتم این دست من نیستم. ای تو؟ اونه که جلته میخواد دوباره برشه؟ نه باشه؟ دوباره تو؟ دونه ای 5 چوق دوباره برشه؟ 3 برابر شه. کاسکوز حسابه داری؟ آره معطلش نکن. باشه. تا خلیفه؟ نصف مال برزو. جوجو میخونی؟ 10 چوب دوست دارم. بریز بره با حسابه دست کاسکوزه. آره بریز معطلش نکن قبول. نیم غازه علی تاتار چایی. مالیده. چرا مالیده؟ سلام چی میکنی؟ دوباره بریز. آره ده. عیبی نداره. دوباره بریز. برز خون بی خودی مالیدش نکن. بی خود مالیده نکردم. دوباره بریز. قبا رو پس پیش بگی. قبا اوسترم بازیش ده. کسی مالیده سابیده نکنه. بریز بینم. بریز بینیم. که خدا بازه. مال من 9 تا 5 تا 45 تا. پولم بده میرم. میرم 45 تا. بفرمون برو. ردش کن. قربون دسته. بده به من. شیطله چقدر میشه کاس کده؟ 18 و 8. بیا این 20 36 شنبه از جیبت بده گله بعد. 9 تا 9 5 تا میشه 45 تا. 3 برابرش میشه 135 تا. شیتیل تو میشه 6 چوق و 7010. بفرست بیا. بده. نصف 135 تا میشه 67 تا نیم. ابا تو هم محمود بگی شیت داشتم زود ردش کن بیا. خب کی میریزه؟ شما میریزی برزو خواه؟ اصلا نمیریزه. چه خود راضی؟ چی شد؟ دهنت میماسه اگه یه چی قاطی اسمش کنی آخ پسر. نه بچه. خب داشلی هم که نه ما که قابل نرم خود بیرد ناکرتن. محمود یه دلخوری بور بزن. خوش کردم اول تو بخونی. اینا بخونم بعد من میخونم. باشه بخون خلیفه. دونه 10 چوب. گل خوندی. تو حسین جوجو 1 و 2 و 3 و 4 و 5 50 چوب بریز بینه. 50 چوق سر راست. آقا دول دانه 10 چوب. تو بخون. خیلی خوب داشتم ما هم 10 چوق. بیریزم یکی میخونی؟ بچه که میخونم. چقدر؟ گفتم چقدر؟ 2 برابر از سلخان.
دلسوزی که نره داشتم پول مفت باز بره برنزم بچه قبول؟ قبول بریز عباس خلیفه دونه 10 چوق اون چی که تو دستشه. جوجو هم 50 تا سرراست. اسدالله هم دونه 10 چوق اون چی تو دستشه. محمود فراری هم 2 برابر دست اسدالله. علی تاتار هم 10 چوق عشق است. کاسکوز قبول؟ قبول بریز. خیلی خوب 40 گل عباس خلیفه جی یا قمر وزیر. نقش جلجه بشین بازیکن شلوغش نکن بشین. دستو واکن. بگو دستشو واکنه. واکن دیگه. اسدالله خان 100 چوق. محمودی هم 200 تا. با 50 تای جوجو میشه 350 تا. عباس علی هم روش میشه 385 تا. رو هم رد کنیم بیاد ببینم با. مال ما رد کردیم ما. کاسکوز حسابه. بگی با. این کاغذ مچولای بیزه اون ببین پیش کیاست تو رو خدا. خدا یا خودشم بد میشه ما. آیون بخونیم با. بخونیم. با اجازه. بخون میدی. محمود خان. محمود خان بخون. من 2 برابر اسدالله خان میخونم بود. ما هم 25 شو خونده. 25 ما همون در. خیلی خوب. اونم قبوله. محمود 3 سر اون چه تو دستشه. آقا اسدالله هم دونه 25 تا. همگی تو گل خوندی. دست باش اون پنجره باید بوشی شلوغ نکنه یکی چون همگی مشتی میره به امام مشتی میره آره با. شما 45 تا. کاسکوز حساب. 5 تا. به نظرم اون جوونه برده. چیکار کنم این همه پولو؟ من تو پرسیدن اختو از کجا میدونی؟ محمود فراری. محمود سرباز بخون ببینیم با. قابدی رو پولا برو شما بخون. آقایون از کسی نمیخونه من کارکاری بخونم. کاسکوز حساب. زودتا. چه برده دیگه چی شد آقا استور؟ چه اتفاقی افتاد؟ باشیم بچه های اسم مرق بخوریم. خب بخون بینم. بخون سرباز فراری. نه بلند شی اسم مرق بخوریم. آره بر نیست یه ساعتی نفس بگیریم تا بعد. بلند شیم بچه. شناختم کد چلوار پالتومی. آقایونی که پول ندارن خجالت نکشن میتونن از بانک وام بگیرن. هکی بیارسه بینا رو جمع کن بینا رو جمع کن. چه میگم چیزه ترسیدم تو مرض داری بسا مرض داشتن دارم مریض خونه سر به سرش نزو پس میافته بچه مردم. اکبری بله آقا یه مقدار عرق و کباب بردی بیار تونتر. چشم آقا بچم بینم بیکاری سر به سرشون بیکارش باید دنگ بینده بکنی. آتیشتو دوش دارم رد کن بیاد بینم. ببینم بابا بیا اینم سهم شما ها. برش تا باد نورده هم خوب میکنی تا نمیری جام میده باز مطربی بیار درکی بیار. خبرم که خط رسونی داشتم دعوت ببین چطور منو تو هر جمله سوال کنی. عالی تو هم میدونی جای من بینی هست آقا بارزو شما چی نمیخورین؟ بعده که یه نمی بریم کجا؟ خوش بیا بریم رو معجب بریم کجا هنی تاتار خواه؟ ما اینجا رفتیم جز فقرا خوردن و قردش نبا آی اکبر بینجا. اینم یخچال که واسه شون میگفتن خوش دستی میاره. من نمیدونم این ناکسه چرا اینجا نشستن. چه کلک تو کارشون. دست خوش جان تگریه برو این طرف مست بشه خیلی خوبه. ترتیب شو میدونم چی کار کنم دیگه با خودت یار زود برد تا جمعیدم چی کار بود. موافقی که تو قهوه‌خونه قول دادیم. سلام نوچ آخه این درست نیست. تو پاشو یه چشمه بیا تا ببینیم بعد چی میشه. باشه با سلامتی اوضاع. سب کنه شلوغش نکنه. چیزه بزنه نه چیزو همه جا سر بازار چه گلومن نکن. آرمون دسته مزه دوش دارم آرمون تو باسه
شبی زیر بازارچه قلبم در چشمم افتاد و دیدم زنی روز زیر عینک چشمکی زد و بردون دل منو با اون چشمم دوش دارم تا که اون را دیدم جونه بشتبیدم با تشبیه جرأتم نکردم یه قدمم بذارم در پیش جرأتم نکردم یه قدمم بذارم در پیش این همه شانس خودم یا قمر وزیر باش کجا قمر وزیر بهت کمک آیم پولاشون رد کنن زودتر آیم پولاشون رد کنن آقایون بردن میخنده بس بخون داشت برزو 1,25,000 هرچی جلومه قبوله اون چی که جلوشه 1,25,000 جایی چطوری داشت برزو؟ بیا ردش کن ما این پولا زیاد باخت بشورمش بشور بیا دست نکن معمولی تونتر چشمه میاد بله خب هر کی هرچی خونده گل خونده اینم به شانس آقا سلای گل یا قمر وزیر قبوله آیون پولاشون رو رد کنن زودتر جمع کن آخی بخندی میرسه قیافا بله من جمعش کن انگار رادیاتم جوش آورده باز بزنم گاراژ راستی شناختی که چی میگه؟ نه چی میگه؟ میگه دم گاراژ بودم و یارم سوار شد دررخ بابا باختن که ماتم گرفتن نداره خدای چک بده چه سردنه اکبری باشه چرت نزن باد چراغت مثل باد بعضی خالی شده یه تلمبش بزن به روز اونا نیافته یخ کنی آکبر یخشکنو بیار بینم چشم بفهم داداش من ناچسه با قاب پر کرده بازی میکردم اخداری جورج کرده جریان چیه؟ چهارشنبه می‌داریم. دررندی
این خط اینم نشون باشه به موقعش. اینم حربه نامردیتون باشه واسه خودتون. ببرین. شما واس برین پای دیفال ایزگیل بندازین. شما رو چه به تقاب. عدسی جانم عدسی. به 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 چه عدسی مرهم سینه است. عدسی خوردن که دیگه استخاره ندارن. عدسی عدس داغه عدسی. هلا الهی با امید تو نه با امید خالق. سلام حاجمو. چی میخوای؟ پول. پول؟ آره. پول چی؟ پول مریم دختر برادر خدا بیامرزت که بالا کشیدی.
برو بیرون مرتی که گلدنگ. من پول ندارم. داره دخل تو واکن میدم. بیا حالا بازش کن. بچون آخه این پول ها مال مردمه. یالا دست نکن وازش کن. زود باش. تو که میگفتی پول نیست. اینا مال مردمه. دیشب دیر وقت بود بانک بسته بود. الان شاگردم میاد که ببره بانک. راستی همشو ور نمیدارم. نمیخوام پشت سرم بگی که دوم آدم زورگوه و پول زور میگیره. بیا گوشم سر جاش. ما رو بس. همین بحثمه. یه وقت پشت سرم صفحه نظری بگی اومد دخلمو خالی کرد. اینم ورداشتم که یه وکیل واسه مریم بگیرم. آخه این پولا همش مال اونه. خداحافظ حاجمو. چه روزگار نامردیه. توف صبح اول صبحی چطور آقاتمو تلخ کرد. سلام. کجا؟ میخواستم برم نون بخرم. غذا پیدا میشه؟ میخوای واسه کله پاچه بگیرم؟ نه یخت نون پنیر انگور بگیر. خیلی خوب پس بذار بادیه رو بردارم. زود بیا یا اومده. اومدی؟ آره. انگورش واسه؟ آره سرهوز. سفره رو واکن. لای شکر. چرا همش منو نگاه میکنی؟ خب تو هم بخور دیگه. بیا بخور.
خوشت میاد من میخورم؟ آره چرا که خوشم نیاد. بعد 2 دونم تو بزدهمه. خیلی خوب میخورم. تو که داری منو دید میزنی. خب با تون بخور. دارم میخورم چجوری بخورم؟ سفره جمعش کن با یه چای بده با من. باشه. خوردم به ما نیومده. مریم چی؟ اینو از کجا آوردی؟ کتابو؟ آره خریدمش. کتاب خوبیه. خریدم که تو تنهایی بخونم. خوبه. برزو من تو تنهایی اذیت میشم. درست میشه. آخه کی؟ قصه‌شو نخور. برزو من دارم دیق میکنم. آخه کی؟ با من که همیشه پهلوتم. معنی پهلو هم بودنم فهمیدی. آخه میگی چی کار بکنم؟ همونطور که زن و شوهرای دیگه هستن. از اونا که خیلی بهترترین. غیر از اینه که اونا روزا هیچ موقع پهلو زنشون نیستن. بابا عوضش من که صبح تا غروب پهلو تو هم. آره هستی اما خواب. آره میدونم من خستم فعلا خوابم میاد. آره خسته. باید بخوابی. اگه نخوابی خسته تر میشی. اون وقت مای تو نهار نخوردی؟ خب دارم میخورم دیگه. حالا؟ پس کی؟ الان ساعت 4:30 رد کرده. دوست دارم با تو غذا بخورم. اگه نمیخوای. چی شد؟ لا بچه نشو بلنش بریم تو همسایه ها میبینن بعد خوبیت نداره. قیچه با تو گریه نکن. یعنی چه آخه من که چیزی بهت نگفتم. برشایتون لعنت. خیلی خب بس دیگه گریه نکن. من خدا میخوام با تو بشینم غذا بخورم. بلند شو باری کاله دو ریلم کن. بلند شو جونم. من منظور بعدی که نشت. نمیخوام برو کنار. گفته چرا تا حالا گشنه موندی؟ من که حرفی نزدم. برو دوست نشو برو کنار. ریلم کن. بلند شو. ای پانش غذا بخوری بعد میبینی. گفتم نمیخوام برو کنار. لوس نکن تو برو کنار. بلند شو مرگ یه لغمه. گفتم نمیخوام. نمیخوام. بله این زحمت اون دین بزرگتونه بدین همین الان. دیدی چقدر بد شد. دیگه بزرگ واسه چی مگه چه خبره عقدس خانم؟ مهمون رسیده. از کجا؟ مادر شوهرم اینان از زیارت کربلا اومدن. خب به سلامتی. قربون شما. آی آبرون رفت. چه بد شد. فهمید؟ خب بفهمه. آخه بعدی آدم نمیتونه تو خونه خودش یه کاری بکنه. مالم اختیارشو دارم. الهی شکر. دیگه نمیخوری؟ نه سیر شدم.
لاکردار فر خالیه. راستی داشت یادم میره. چی رو؟ بیا این مال توه. از کجا آوردیش؟ از عمود گرفتم. عمود؟ آره گرفتم یه وکیل بگیرم تا پولای تو رو که بالا کشیده از قلقومش بکشم بیرون. پسر مگه اون میده؟ با اوناش دیگه کاری نهشت وارد. اگه بگیری که خیلی خوبه. میگیرم. مریم جون چیه؟ میگم که بگی. نه از این نمیخوام. پس از قلک بردار. پاشو بردار بیار. خیلی خوب. یا شانس. پره؟ آره دیگه بشکنش. نه تو بشکن. تو بشکن. تو بشکن. بشکن دیگه. خیلی خوب. بشکن. این همه اسکن؟ نگاه کن این پولا رو جمع کرده بود. آره بردار. جونم خیلی خوب. من 20 رو برمیدارم بعدم 20 میارم میذارم سر جاش. یک دیگه برداشتم. اینو بردارم. بازم بردارم. اینو برداشتم. ببین یکی از اون کوزه‌های سرشکسته رو ورد و درستش کن پولاتو بریز توش. خب من رفتم. کی رفتی؟ آسم به حکمتت رد کن بیاد مسافر دارم زود باش بینم. نه کس دست با کنم این کف رفته شستو با کن. چرا چه کنه؟ محمود به امامی که قفلش گرفتم اگه وانا شهرت میرم یالا خیال کرده. نه کس میخواست کلک بزنه. ببینم حالا کلک از تو بود یا از اون؟ تو سپلش دست درد نکنه کاسکوزه با اون چشا. خب باز بدونم یا نه؟ مای چشات آلبالو گیلاس میشینه. راست میگی دیگه اسمال محمودش کلک میزد خودتم دیدی. نفهمیدم تو رو سننه مگه تو کاسکوزه ای؟ به تو چه مربوطه؟ به اون همه چه؟ چرا کاسکوزه میخواست ندید بگیره؟ محمود باز تو برابر بدی. واسه چی دو برابر بدم؟ نمیدم کاسکوزه حساب. پس میبینی بشرم اینقدر نامرد؟ پف به استغفر. عیبی نداره محمود بده بیاد با 278 تومن و 5 تا 300 سر راست مال عبدالله خان رو هم میشه 578 تومن و 5 تا 120 چوق مال محمود تومانی 10 چوق میشه 1200 رو هم 1980 تومن و 5 تا شیتیل آیجیتون هم رد خب کاسکوزه حالا اومدیم سر اصل حساب. حساب چی؟ 1200 چوق دیگه طلب دارم تا اون یه آخرش هم میگیرم. طلب چی؟ من محمودی میخوام. من که همشو دادم. نداشی تو 1000 تومن میخواستی کلک بزنی و من با کرکری ازت میگیرم. من حسابم دادم یه شنبه بدهکار نیستم. برز خان حالا میشه نیده بگیری؟ واه زررش کاسکوزه رو بسته. من بدهکار نیستم یه شم تومن نمیدم. نمیدی؟ سپلشک من میگیرم خیلی هم خوب میگیرم با کرکری هم ازت میگیرم. ناکس دقل خیالت با دست چلاقا طرفی دوست نامرد. سلش کن بارزو کسی احتیاج به پول تو نداره من توانش میدم ولش کن. چی رو ول کنم به تو چه هستم؟ یه بینم پول دقل ساعت و کلف نکن یکی بینم 1 2 3 این پول رو برده برست کس کارات خواهد درکه من خودتون رو چی میکنی؟ به صورتش میگیرم غلط کنی بس رو زفونی بدم چه طلبی داری؟ برکم اینو بابا غلط کنی بذاری تو رو امام میسی که غلط نکنه دیگه حالا چرا باید سپار رو؟ تو حسابشو برسم آخه نامردی چقدر دارو چقدر به بزرگی نداره بارزو خان
اون کتک خود است. عباس پولم جمع کن ببینم. شما پولم بیوار پولم جمع کن عباس. حرف دهنت بفهم. تو خودم میبینی با چه کسایی ما باشه شما را حیف ما حیف این 50 ما شما را میگی کوتاه زود باش بسا جمع کن بهش بده. آقا میخواد منو بزنه. خیلی خوب بسته. میخواستی منو بزنی آره؟ بفرمورد. ببین منو بزن. شده آتیشش بزنم نمیذارم اونا بخورم. خیالشون رسیده. بدش من کتم کو. همش تفسیر تو دیگه کاسکوسه. نه دیگه ببخشید. چرا ندی؟ آدم یه دفعه ندید میگیره. طرفو. ای قاسم شیره‌ای. پاشو پا چراغیتو جمع کن. سلام علیکم. آله بگی بابا. داد شما درد کنه بفهم چه برو اون جنازه رو بنده بیرون خزینه رو کثیف کردم. بریم کاسکو. برشون کن واسه تو خودشون. برو خلیفه برو. نامردا هر موقع که ما میفتیم تو اچل زرد میزنن در میرن انگار که ما اصلا با اونا نیستیم. آره ما رو باش که همیشه سپر بلاشون میشیم. ای کلم کو برو پیداش کن. آقا تو همش دنبال کلاتی. بیا تو نتنزه به سره. ای زرد میزنه این چند هست باشه زورشون به ما میرسه. با ما کفگیری میکنن. همش تقصیر این اصلا میرغضب نامرده. ما رو میندازه جلو خودش در میره. به امام اگه کارتش نکردم حالا میبینی حسین جوجو. نامرد روزگار بهت نشون میدم. جان محبوب دل من ای که از کوچه معشوقه ما میگذری. چه خبرت مردم خوابم؟ و تا چه؟ من یه همون ازت گرفتم محلمونم میخوام بخونم. ای که از کوچه بچه پرو معشوقه ما میگذری. با خبر باش که سر میشی خونک. ناکس حالا کرکری بخور. اون پایین چه خبر است؟ فاطمه لباس تا پوشون سر آب کن بده ببینم چه خبرت است؟ رفتم مثلا کیف کن مشتی کیف کن. چرا همچی کردی؟ مهم از برو گیر من. اگه راست بگی بی پایین بیا پایین. کجا رفت؟ ما اگه دستم بهت درسته نامرد نالوتی بیام پایین. نامرد شکار هم دستم غیر داد. کجا رفت؟ ما اگه گیرش نیارم. سلام چی کار داری میکنی؟ میگم چی کار داری میکنی؟ چرا نخوابیدی؟ چرا لباسات خاکی؟ این وقت شب دعوا کردی؟ منتظر تو بودم. از کی تاله؟ از اون موقعی که زنت شدم. خوابه بابا زنت شدم. حالا دیگه نمیخواد واسه ما آب قورو بگیری. کجا بری؟ باز این رفت تو حیات. برگرد زن جا ترک اونجا. یعنی چه؟ تا یه چیزی میشه زرت میده و بیرون و جریه رو سر میده. شیطون لعنت به کسی که آرزوی زن گرفتن داره. اینه تو شکر. آخه یکی نیوه که استغفر الله چجوری خلقمونه کور میخونه با ساعت شد شیطون دل سیاه شیطون لعنت. دل آدم کباب یخم گرمه. مریم
گریه آخه باز چی گریه میکنی؟ مریم برای دورت بگردم ببین چی میگم مگه من حرف بعدی زدم خب میگم چرا تو حالا بیدار موندی واسه خودت میگم دیگه عزیزم دلم میخواد بیدار باشم و بیداری تو رو ببینم چی بگم چطوری بگم یه خود دیگه دندون رو جگر بزن همسایه‌ها خوابیدن ما نمیخوابیم خلیفه پوچه مال تا پوچه سب کنی بچه‌ها گل علی جون بندین تو زود باش ردش کنین تو بنده ببینم خیلی خوب فهمیده همونی ازت میگیرم روز کم میکنم تو میری تونستی بگی خیلی خوب گل پخش کنین کار داریم گل پخش میریم یالا این مالتا گل دیدم دست اونه که رنگش پریده محمود فرید دست پوچه دم میخوام یه ضرب بگیرم پوچه بفرست بیاد دارو قبلی ها گل دیدم واکن بفرست بیاد آقا اینا گل میگرده چرا آرزه میخواد آقا اینا میریم شامگل بازی بیسته که بریم بچه پوچ خیلی ما تماشا کنید این گل میبینید ببینید دیگه ببینید خوب تماشا کنید آقا بعدش میبینیم ممکنه بعد نبینید آقا گل باید یکی نگه داره نباید کسی گل لو بده نگهدار گلو تو گل نگهدار لو نده خودم نگهدارم لو ندم خودم نگهدارم لو ندم گل دست کیه چه گل دیده بابا چه گل ندیده دیده گرفتم اصلا من بگم ممکنه تو اشتباه بکنی اصلا تو حتما اشتباه میکنی چیا؟ گل بازی میسه شاگل بازی میسه کو بده بیان آقایون برم قبوله؟ بله بفرما پوچه خیلی جرده بابا خیلی جرده اصلا تو چشناک پول است نه جان است که اوسن شبرش دارم اما اگه اینجوری ترم نکم حروم ترتون حروم حلال میخورمش حلال میخورمش چجور میخورمش بابا میخورمش پول میخورمش پوله گوش میشه چی اگه به زنبودی که چهار میزدی بابا جون بابا بابا درخت مراد میده درخت مراد میده مراد نخ کنه چه مربوطه تو همینه تو اول کاره بابا من نمیشکنم بشکنه اینجا آب داره سراخ را آب داره بشکن من نمیشکنم من نمیشکنم تو چی کاره چه در بیارم تا میره گفتنده میخواد بگیم نه چه آب داره نشونم چی داره بگیم نه چه جوش جازن شرط خوش میشه بعد فراری بعد من نشونت بدم نه چی چون نشون میده بلم کنه چی گشت در بیارم بلم کن چرا بیا علی تو چاقانی چه میرد
میکشمش اما میکشمش خودم تخته کنین سر باد بفرستیم با برق خرمگست مرکلانه تو نمیره این نرسیدیم ناکام شده بودم خوب شدم دیگه باید یه کار لازمی هم داشتم کتم جا گاشم مرد کت میبریم دندم خفه شدم بریم بیا خلیفه نشت ما یاد نره حالشون ازا میگم با هم شوخی نکن آقا دعواتون شدید خب پس تو کجا بودی؟ چرا دیشب نیومدی قمار؟ دیشب؟ آره آخه دیشب اومده بودن قرار مدار عروسی آبجیمو بذارن گیر افتادیم خلاصه گاشتیم واسه امشب که تو هم بیا من؟ آره ننم گفت که حتما شما باشین اتفاقا میتونم بیا خواه قربون تو من رفتم اما شب یاد نره باشه حتما مریم خانمم بیا باشه میارمش قربان سلام ایوا زری چرا قلیون رو نمیاری تو؟ ننه من خجالت میکشم خودت بگی ببر واه خاک به گورم نکنن خجالت میکشم خودت بگیر ببر یالا پاشو بیا تو میخوان رو تو رو ببینن آخه نیومدن که رو منو ببینن پاشو از دخترهای حاجی یاد بگیر فهمیدی؟ تو هم مثل دخترهای حاجی باش دیدی چجوری خودشون رو جا کردن با اون سن سالشون با اون شکل و شمایلشون خوبه که تو نصف سن اونا رو هم نداری الحمدلله از اونا هم خوشگلتر و مقبولتری کاش من جای تو بودم یالا دختر من میرم تو هم بعد یه دقیقه قلیون ورش رو بیار تو خب باریکن جان کلام یالا خانم بارم یالا قدمتون بفرمید الان میادش خدمت دنیا این لنگ همونه هر برشی به قد کمر یکی بستن بگیرن خود جوادم بپور بیزاره سلام دخترم سلام به رو ماد زری خانم ماشاءالله به خیلی ممنون دست شما درد نکنه سر شما درد نکنه ایوا زری جون کجا داری میری؟ شیرینی بگی جلو مهمونا تعارفشون کن آره دخترم برو آخه ماشاءالله خوب دختری خانم جون خوب دختری ایشالله شیرینی خط نسونه بچه ها دخترم یعنی ما زنده ایم خانم باید پیر شد ایشالله مبارک باشه زری بله بخواید بسرم لاله خودت زری نه رو دیدی آیزنه ما رو شیرینی با دست خجالتی بود آره مادر دخترم خجالتیه خیلی هم خجالتیه آره حیوانی دختر با حیاییه خب کبلی چی میخواستی بگی؟ والا میخواستم بگم با اجازه شب جمعه همین هفته جشن افغانان رو بگیریم اجازه ما هم دست شما البته اگه میشه والا میدونه خودمون هم نمیدونیم ولی اما اگه والا میدونی کبلی اگه اجازه بدین یه خورده بندازیم عقب تا اینام دست پاشون رو جمع کنن و همچی آماده باشن خیلی بهتره بله اگه چند روز عقب بیفته خیلی بهتره آخه میدونی ای بابا شب تولد حضرت چطوره؟ خوبه قمر در عقربم آره خیلی بهتره شب مبارک خیلی خوبه چند رو دیگه مونده؟ 10 دیگه مبارکه آیزنه ما بالاخره صحبت کرد آیزنه رو ایشالله مبارکه بله الهی شکر ایشالله به پای همدیگه پیر بشن الهی خجالتی واسه ما دهن تو شیرین کن مادر سیگار بذار بعد شیرین کن بیا تو هم دهنتو شیرین کن آبجیت خوشبخت بشه بفرمایید ممنون خب دیگه این شطوریه که در خونه همه خوابیده در خونه ما که ایشالله آینده خواهر ترسیدم زری مبارکه چی شد مریم جون 10 روز دیگه عروسیته برو جون تو راست میگم چه شب خوبی هم هست خب بزی دهنت یا الله با
با اجازه زحمتو کم میکنه. خواهی بسرم اومدم. اختیار داری خونه خودتونی. مشرف. بفرمایید. نه خیلی نمیشه بفرمایید. بله میدونه چیکار باید بکنید. قربون شما خیلی زحمت دادین. خداحافظ شما. خداحافظ. خیلی خوش آمدین. قدم رو چه؟ ساعت کم نشه. نه اون چراغ روشن کن. چراغ حیاط. بله چشم. خوش اومدید. تو رو خیلی زحمت نکشین. مشرف فرمودین خونه خودتونه. ببخشین اگه بهتون بد گذشته. ان شاءالله دفعه‌های بعد خونه خودتونه. خونه درویشی متعلق به خودتون. خیلی خوش آمدید. سرفراز کرد. بفرمایید. خداحافظ شما. خب به سلامتی آبجیتم که عروس شد. آره دیگه افتیم تو خط. خدا ارحم الراحمینه. خب خانم بالا با اجازه ما خصم میشیم. ایوا برسه خان شما کجا؟ حالا یه دقیقه بعد بگذرون. باز بریم دیر وقته. کدوم الان تازه نه والا خیلی زحمت دادیم. اجازه بدیم بریم زودتر خلاص ما با شما خیلی کار داریم. با ما که غریبه نیستیم. اینجا مثل خونه خودمون. خدا کمتون نکنه. با اجازه ما هم دست شماست. به سلامت. به سلامت. نه چقدر تعارفی علی. آره نوه کوتاه اومد. ماشاءالله. زحمت نمیشه به مریم بگیم بیاد که بریم. چشم. مریم خانوم. مریم سلامت. خیلی خوش آمدید. قدم رو چشم. خیلی زحمت کشیدین مریم خانوم. الهی که هرچی از خدا میخوایی بهت بده. تون با سر بزنی مادر. قربون شما چشم. بری حاجی مکه. ایشالله که جدم بهت عوض بده. قربون شما. خداحافظ. خداحافظ شما. مشرف مادر مشرف. خلاصه قمار رو گذاشتم کنار. امروز رفتم امامزاده توبه کردم. قمار عاقبت نداره، اونم واسه ما که زن بچه داری. آره خوب کار کردی. باز دوتاییون بریم کاسبی کنیم. منم میرم توبه. ایشالله. بیبریم مریم جون. خب داشتی ما رفت. قربون قدمه. بیا بابا. خوش اومدین. خداحافظ. به امون خدا سایتون کم نشه. راستی برز جون من کارت داشتم اما نه باشه فردا میبینم. رفت بودم واسه خونه خرید کنم. خب تو میگفتی چه دیگه دیشب روم نشد بهت بگم ما خود پول لازم داریم. چقدر لازم داری؟ انقدرهای نیست. یه ریز جازمازه که ننه واسش جور کرده. قرار شد که کسی؟ قرار شد یه خود فرش و خرت و پرت اینا من واسش چش روشنی بگیرم. خب آبجیمونه دیگه. آبجیمونه. خب باشه علی جان. امشب هرچی بردم مال تو. هرچی بردی مال من؟ آره. من میخوای قمار کنی؟ آره. چرا؟ من توبه نکردی؟ چرا هم باز چش روشنی بدم. چش روشنی آبجیت و عروسی خودت. بریم کافه. کافه چرا؟ پاتاق اون ناکسه اونجاست دیگه. واسه قرار مداره امشب اونجا باز ببینیمشون دیگه. نه باز جون واسه خاطر من نمیخوام توبت بشم. نه پسر بچه نشو. آخه باز خودت هم عروسی بکنی مگه نه؟ قربونت نوکرتم بعد. اینا چیه؟ هیچی با برزه با علی تاتا. برزو اینه خودشه. قربانه جونم فدا. برسون دستی میبرم. نوکرتم. دوش جون. برو. خب من اینو میخورم به سلامتی زیادی زنده بودن بعضیه. ما که کرت مقصم بردار و تنار. قربانت. ببینم بارزو مثل اینکه میونه تا طرف شکرام شد. آره بی خیاله. بارزو بیا و سر توبت باش. چیه میترسی؟ قربون دستم. آخه اون ناکسه همشه مثل که یه منظوری داره. ای بابا کی بدون منظور زنده است؟ خب
باز حواستمون خیلی جفت باشه تا کلک ملک بهمون نزن. آره سلامتی. بذار زمین. به سلامتی. نوش بایشه بزرگترا. نوش جونه مردان سلام. خب بگونم مشتی امشب کجا باز بریم؟ بریم میشه جبار. جبار کفن دوزه؟ آره. باز چی اونجا؟ آخه باز ایز گم کنی. ایز گم کردن به اونجا چه مربوطه؟ بی معرفتا بازم جامون لو دادن. سلام. نو چه؟ اصولتی میپرسی بچه؟ کسی با تو حرف از سیبه؟ من خوش ندارم بریم پیش جبار کفن دوزه. میترسی کفنتو بدوزه؟ نداشی میترسم دندونای طلاتو بدوزه. خیلی خوب باشه. چیه؟ چرا ماتت برده؟ به معطل چی هستی؟ بریز دیگه برزو خواهم. برزو چطوری جبار خوشگله؟ منتظر چی هستی؟ منتظری کفن بدوزی؟ یا دندون طلا؟ کجا؟ بیشین صبر کن یه دقیقه. بگی بیشین پسر خوب. باریکلا. به هر صورت گازم برو قیشی تو بزی دم دست. ولی گمونم دندون طلا خیلی بیشتر ارزش داشته باشه. از هر دو سر برد با توه. بخون. حالت خوبه؟ منظوری نشتم. میخواستم ببینم آماده ای. خلیفه رو بخون. دونه 13 چوق. 14 13 12 13 نصف بمونی. همچی باشه. من واسه خودت گفتم 13 واسه ما شانس داره. اما واسه تو تا بخون واسه چوچو. دونه 2 برابر عباس دوش دارم. دونه 26 چوق تموم. باشه. تو محمود فراری. شوفرگاری. قمار که فرار نمیکنم. چیزی که پیشم و همیشه دنبالشم قماره. بخون. 2 برابر چوچو. دونه 52 چوق تموم. خوبه. تو بخون دندون طلا. 2 برابر محمود آقا. 104 چوق. دونه 104 چوق. دیگه چیه؟ میخوای منم بخونم؟ میترسم صدات بگیره همشیره. تو 3 برابر جواد طلا. خوب خوندی. دونه 312 چوق تموم. 13 بر. بگو علی. 13 چوق تموم. کاسکوز حساب روشنه. قبول؟ قبوله. ریختم به شانس. مالیده چیه؟ مالیده جاش رو 12 میشه اسناکه. عیبی نداره. با 13 می دوباره بریز. این هم به شانس جبار کفن. مالیده باخته بودی یا عجب شانس برزو. زنده با معطلش نکن. کسی دیگه حق نداری مالیدش کنه. بریز برزو خان. بریز. آی به چشم. بشورش دارم میشورمش. لیف سابون.
اینم یه لیف صابون. یا شانس نقشه جون برازم به این شانس. دست خوش با دست خوش. رد کن بیاد کاس کوزه. دل بکن خلیفه، نگرانم. اوکی افتاد دلم میسوزه واسه مال من 130 چوخ میشه. چه گفتد برو دست برزو ببند؟ نبندد کسی دست برزو یه زرنگ. 2 برابر عباس خان 260 چوخ ماره جوجو، 2 برابرش میشه 520. حواله محمود خان بفرست اصل خان بیا. 520 و 520 میشه 1040. بشمار بیاد که نگرونم. بشمار. شانومه آخرش باشه. من از اول شانومه بیشتر خوشم میاد. ببین چقدر روشنایی گره. بذار با حساب 3 تا میشه 6 و 4 8 تا میشه 32 تا. رو هم 6320 چوب. بفرست بیاد اصل خان که نگرونم. بگی با پول بار فروشه فردا چیزی نیست. جلو من هم بذاره قهر میکنم تو نمیری. ناراحتش نکن بابا. مال شما بده بیاد. آخه دلم میسوزه بازن. چقدر دلم میخواد کورکوری بخونم بخونم. دوش نرم نوش جون اونایی که دوش دادن. بده به من. برش نده قاطیش نکن. نه بابا چقدر؟ رو هم با 13 چوق علی میشه 10363 چوق تموم. دست خوش با. اون وقت تومانی دهشه میشه 518 تومن یک برزو خان بازم دست خوش. مال حاجیت رد کن بیاد که خیلی چربه. اطاعت 2 دستی تقریمه دو قرمون دسته نوش جونه. آخه چرا هم جم میشم من، چرا با هم جم میشم من. جبارم زازده شد. یه جبار بگی این 13 تومن تو 13 جون خوشگل. دست شما درد نکنید. دعامون کن. خب بخون ببینم. همون 13. نه باریکالله. تو همون 2 برابر دوش نره. تو فراری دست پیش. طلا باخته پیشم. تو چی سیبی؟ همون 3 برابر. باریکالله. تو بریز برزو خان بریز. تو چی علی آقا؟ همون 13 چوخ. همون البته بایزه آقا اینو باخته. 40 گل عباس خلیفه رو 13 جایی. یا شانس جونم. دست خوش. شادمون کردی با کارنجم بابا کارنجم تمام پولا رو رفتیم. یالا بفرستیم بیاد. بنداز استنشن ورش نمی کنی. بده من بچه. مشتی بود. اسمان ناکس حالا دیگه اینجوریه. دست خوش. چجوریه؟ خدا دست خوش. یادت رفته تو قهوه خونه. ما کاست کوزه ایم داشته. باشه به هم میرسیم. صبر کن. 220 تومن. ما همیشه به هم میرسیم داشتی. مال عروسی توه. مال تو چخله زدن. جبار آرزو خان 39 پشت جبار بکو واسه ما بدلد. بیا بگی اینم یه 13 مکرر. دست شما درد نکنه. بله عرق بیا. الان از تو بیا یه استقان غرغره کنی. بدو. نمیشه عرق نخوری. نه پس ما رفتیم رفقا. بیشی ما بیشی خوش شدیم. آخه شما میخوان عرق بخوریم ما که نستیم که. یا قمار یا عرق. من عرق نمیخورم داشتی. کسی تو رو مجبور نکرده. آره خب پس ما میشینیم تا شما عرقتون رو بخورید. من عرق خیلی دوش دارم ولی باختن دوش نرم. جوجو پوش داره. خلیفه اینجا حال کنی. برو ساقی جبار کفن دزده برو. خب تا اون عرقشونو کف میکنم هم یه استراحت تکی میکنیم. آره خوبه.
صبر کنیم بذار زیدی رو پرد کنیم. در زیدی رو بگیرم اینه درشی بده من. حالا به خوابونش رو زمین. یه خونه بکش ممرتن. خیلی خوب خوب. دلکا خیال میکنن عرق عقل به کار میندازه ولی نمیدونم وقتی پادل شدن چه بلای سرشون میاد. حالیته که صبر کنیم بفرد. چه پذیرایی میکنن خودشون. هرچی بیشتر پذیرایی کنم به نفع. جانم آورسی جانم. جمالتا کشتارم. بیا این کوچولو ها واسه تون آب حیات آوردم بگیرین. بده به رفیقات که هول کردن. آره ببر بده به اونا که قوت قلب پیدا کنن. ببر بده به همونه تا پولای مردم بدبختی که سرکیسه کردن بذارن اینجا و درن همچی که پشت سرشون دیگه نگاه نکنن. نمیخورین؟ برو این دامبر مرغ دیگر نه. برو بچه ننه. شما چتونه؟ این حرفا چیه میزنی؟ میگیرین بخورین دیگه. نه طرف آینه کنه چسبیده. شما دیوونه ای. ناراحت نبا جبر خوشگله. دنیا گذرونه میگذره. دنیای خوشگله است. من تو قاقه دادی بهش خودم خوردم. چته داشت برزو؟ به چی داری فکر میکنی؟ هیچی نی. چرا هست میترسی؟ من هیچی نمیترسم. چرا؟ تا میترسی؟ واس چی؟ واسه این که تو بردی. من یه امشب اولین شبمی که میبرم. اما امشب با شبایی دیگه فرق میکنه. چطور؟ میدونی داشت برزو یه چیزی میخوام بهت بگم اما میترسم یه فکرایی بکنی. نه بگو. تا دیگه قمار نکن. چرا؟ واسه اینکه بازنده ای. من که همیشه بردم. آره میدونم اما بازنده ای. واس چی؟ واسه اینکه قمارباز هیچ وقت برنده نیست. اگه من جایی تو بودم همین الان بلند میشدم و میرفتم پی کارم دیگه هم گرد قاب نمیگشتم. هرچند واسه من خیلی استفاده داری اما بیا یه جا عقلته به کار بنداز و قاب رو ببوس و برو کنار. برو دیگه به پشتت هم نگاه نکن. انگار نه انگار. بارزو چیه؟ بریم پاشو بریم خونه. باز چی؟ من میترسم. خیلی هم میترسم. از چی میترسی پسر؟ تو خیلی پول بردی. خب ببرم. آخه اگه بازم بازی کنی بازم میبری. خب آره خودم میدونم من بازنده نیستم. همشون از دم میبرم. ترس تو وجود ما نیست. من تو هیچ کاری نمیبازم. مرد با سر پای خودش وایسه. بازم میگم پاشو بریم خونه. بیگی بیشی حرفم نزن. دارم شور میزنه. بی خود دلت شور میزنه. دیگه فکر نداره رفقا ولی به شرطی که اونچه که من گفتم مو به مو عمل بشه. ماتت برده و چی نگاه میکنی؟ برو بشین سر جاده که. خیلی خوب. بخون خلیفه.
دونه 13 چو قربون دهنت 13. تو حسین جوجو همون دست پیشم دوست ندارم. تو فراری 2 برابر تو همون دست پیش همون 3 برابر کاسکوز حسابه تو علی 13 چوق تموم با اجازه همگی 40 گل عباس خلیفه رو 13 جایی نقشه مالیده
حیوونکی خاکی خوری شدی. برزو خان برزو خان حالتون خوبه؟ حالتون خوبه؟ یه خورده از اون پولا بریز تو جیب من. چش. برزو خان صبر کنین بقیه‌ش هم ببرین. این پولا مال شماست. شما اینا رو بردین. اینا مال شماست. نه من دیگه بستم. زیادیش به دردم نمیخوره. انقدر که بشه عروسی زری را بیفته بسه. بیام کمکتون؟ نه اقلا تا سر جاده. وقت خشم و وقت شهوت مرد کو طالب مردی چنانم کو به کو طالب مردی چنانم کو به کو در این دو حال مردی در جهان تا فدای او کنم امروز جان تا فدای او کنم. اینا واسه بچه‌مو خریدم.